سلام دوستان، امیدوارم که تا الان ویدیوها رو تماشا کرده باشین و مفید بوده باشه. خب امروز ما درس سوم رو داریم، یونیت 3 در مورد present continuous هست. حالا present continuous چیه؟ یکی از زمانهایی هستش که ما در زبان انگلیسی و در اکثر زبانهای مختلف داریم و در فارسی بهش گفته میشه زمان حال استمراری. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما زمانی که یک کاری رو در اون لحظه دارین انجام میدین بهش میگن که present continuous. مثلا اینجا ببینید she is eating. او داره غذا میخوره. It's raining. داره بارون میاد. این لحظه، همین الان داره بارون میاد. They are running. آنها میدوند. الان آنها دارن میدوند. خب استراکچر و این گرامر به چه صورته؟ همینطور که داریم میبینید اینجا ما یه سری فاعلا رو که همیشه داشتیم، حتی توی present simple هم داشتیم، اینجا همچنان اینا رو داریم و همینطور is are رو هم که ما در simple present داشتیم اینجا هم داریم. ولی فرقی که اینجا میکنه بعد از فاعل و فعل to be تون فعل اصلی که مثلا حالا eat یا rain یا run هر فعلی دارین باید با ing فرم بیاد. خب یعنی در واقع فعل اصلیتون ing میگیره. مثل چی؟ ببینید is are رو داریم و بعد میایم do doing، eat eating، run running، write writing. خب به این معنیه که من دارم الان این کار رو انجام میدم. I'm doing my homework. I'm eating lunch. I'm running. I'm writing a letter. یعنی من دارم الان یه نامه می نویسم یا من الان دارم غذا می خورم یا همین الان دارم تکالیفم رو انجام میدم. خب شما باید ببینید که مثلا تمام فعل افعال اصلیتون رو اینجا بهش ing بدین در آخرش. خب یه سری مثال ها هم اینجا داره. خب تا اینجا یک کار که خیلی ساده بود. بخواید جمله مثبت بنویسین که مثلا دارین چی کار میکنید میتونین بنویسید. حالا ما میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم ما این جملات رو منفی کنیم که اونم خیلی ساده است. به این صورته که شما میایین بعد از افعال to be تون not رو میارید. I am not. He, she, it is not. We, you, they are not. حالا بعد شما میایین شما فعل اصلیتون رو به شکل ing فرم قرار میدین. مثلا I'm not doing my homework. I'm not eating. I'm not running. I'm not writing. درسته؟ به همین صورت شما فقط باید جمله سازی انجام بدین به این شکل مثبت و منفی و خیلی این تنس این زمان ساده ای هستش، خیلی راحته برای یادگیریش. حالا یه سری مثال های دیگه هم اینجا ما داریم که اگر شما ببینید مثلا please be quiet I'm working means I'm working now. الان دارم کار میکنم. Look there is Sarah. She's wearing a brown coat. She's wearing it now. The weather is nice. It's not raining. Where are the children? They are playing in the park. حالا مثلا شما دارین تلفن صحبت میکنین میگین که we are having dinner now. Can I call you later? ما الان داریم شام میخوریم. میتونم بعداً تماس بگیرم؟ You can turn off the TV. I'm not watching it. میتونی تلویزیون رو خاموش کنی؟ من نگاه نمی کنم. در حال حاضر الان دارم نگاه نمی کنم. خب حالا در پایین هم یه سری افعال داریم که وقتی که شما مثلا بهش ing رو اضافه می کنید یه تغییراتی رو انجام میشه، یعنی یه تغییراتی صورت میگیره. یکی مثل come که آخرش چون ای هست ما اینجا ای رو حذف میکنیم و فقط یک کام و ing بدون ای.
run رو هم ما وقتی بخوایم بهش ing اضافه کنیم باید دابل n کنیمش، باید یه n دیگه اضافه کنیم و بنویسیم running. lie، هرچی فعلی که مثلا ختم میشه به ie تبدیل میشه به ing. lying اینجا به معنی دروغ گفتن نیست، اینجا به معنی دراز کشیدن. البته نه درست. اوکی. write writing. sit sitting. اینجا رو من متوجه الان که دیدم اسپلینگش رو، اینجا به معنی دروغ گفتنه نه دراز کشیدن، برعکس گفتم. اینجا به معنی دروغ گفتن. بعدی میشه sit sitting. دوباره مثل running اینجا هم دابل تی باید اضافه کنیم. dance dancing. swim swimming. دوتا ام باید اضافه کنیم و dance رو ا رو حذف کنیم و ing اضافه کنیم. خب این از این درس و خب اگر بخواید کتاب کار کنید که باید این تمریناتش رو هم انجام بدین. درس خیلی ساده در مورد زمان حال هستش و خیلی راحت و ساده میتونید یاد بگیرید. خب درس بعدی هم present continuous questions هست. یعنی چی؟ ما چجوری باید بتونیم سوال بسازیم؟ خب ساختن سوال ما در present continuous همطور که میبینید توی affirmative ها، همونطور که تو درس قبلی توضیح دادم، ساختار جمله سازی به این صورت هست. اما زمانی که شما میخواین question یا سوال بسازین به این صورت میشه که شما باید بیاین افعال to be تون رو am، is، are رو بیارید قبل از فاعلاتون. Am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they و بعد فعل اصلیتون رو به شکل ing فرم اضافه کنید. حالا مثلا اینجوری Am I doing my homework? Is he doing? Is he working? Is she going? Is it staying? Are we going? Are you working? Are they doing? به این شکل با علامت سوال. خب این هم شکل سوالی کردن این زمان حال استمراری یا present continuous questions هست. در این قسمت یه سری مثال ها هستش که حالا خودتون میتونید ببینید، خیلی راحته و مشکلی نیست. ولی در پارت B اینجا اومدیم ما یه سری WH question اضافه کردیم. where اینو دقت کنید که زمانی که شما میخواید توی سوالی کردن زمان حال استمراریتون یا present continuousتون رو میخواید سوالی کنید و WH هم اضافه کنید، اون WH question همیشه میاد قبل از فعل to be تون. مثلا where are they going؟ اونها کجا دارن میرن؟ Where are those people going? Where is he working today? به این شکله. حالا مثلا شما میتونید هر WH question داشته باشین. What, how often یا مثلا when، میتونید هر چی بخواید میتونید استفاده کنید، اما این رو دقت داشته باشین که باید حتما قبل از افعال to be تون باشه و بعد هم subject رو داریم و بعد فعل اصلی به شکل ing فرم. حالا جواب ها به چه صورته؟ خب اینجا مثل همون زمان present simple هستش که اگر شما بخواید جواب کوتاه بدین، یعنی باید جواب کوتاه بدین، در زمانی که میخواید به این شکل سوال بپرسین باید جواب کوتاه بدین، یعنی سوالات بدون WH question باشه. yes بعد شما بیاین به شکل کامل جواب بدین بدون اینکه بخواید شورت فرمش کنید، بدون اینکه بخواید کوتاهش کنید. yes I am, yes he is, yes she is, yes we are, yes they are. و اما زمانی که بخواید منفی کنید و بگین no، میتونید اینجا شورت فرم کنید. no I not. من توضیح دادم به نحوه شورت فرم کردن تو ویدیوهای قبل، میتونید که ببینید و متوجه شید که چجوری میشه ما شورت فرمش کنیم، به شکل کوتاه بنویسیم. حالا دو روش داره، یکی میتونید مثلا اما ایز و آر رو کوتاه کنید و نات رو داشته باشین، یا اینکه میتونید اما ایز و آرتون فاعلاتون باشه،
ایز و آر رو کوتاه نکنید و نات رو شورت فرم کوتاه کنید. خب حالا نحوه سوال و جواب دادم. Are you living now? Yes, I am. اینجا جوابتون باید کامل باشه چون yes داریم. میگین بله. Is Ben working today? Yes, he is. جوابتون باز هم باید کامل باشه. شورت فرم نشده باشه. کوتاه نشده باشه. Is it raining? No, it isn't. اینجا میتونید که چون جوابتون منفی هستش میتونید کوتاه کنید، اما اینجا not رو کوتاه کردم. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. اینجا هم جواب منفیه و not رو کوتاه کردن و در ادامه جمله گفتن they are staying with me. خب دوستان این هم از درس present continuous که من هر سه موردش رو توضیح دادم به صورت affirmative، به جمله سازی مثبت و منفی و سوالی. خب اینجا هم باز اگر این کتاب رو تهیه کنید میتونید که تمریناتش رو انجام بدید. امیدوارم که تا اینجای درس خوب پیش رفته باشه، خیلی خوب یاد گرفته باشین و اگر که سوالی داشتین حتما تو کامنت بنویسین، حتما جواب میدم. ممنون و موفق باشید.